سلام برابر حالتون چطوره؟ امروز اومدیم با یه ویدیو خیلی جدید که فکر نکنم بعضیتون بدونید چطوری که 6 بار کاپمون لوجین شد برای بطل یه لوجین پایگان میگیره. خب البته کارهای بدی دید، مثلا اکانتا باز میکنه، مثلا من الان ببینید شیش بار که لجند کردم داخل اون بخش 6 بار نمیاره، 3 بار میاره که الان اونم بهتون نشون میدم که چجوری. خب اول باره یه لحظه بهتون نشون میدم وارد این بخش بشیم. بچه رویال این گزینه اینجا واردش میشین، سمت چپی سمت راستی رو بزنیم وارد بخش دیگه میشه. این سمت چپی آبیه رو میزنیم. حالا این یکی برای در زمانی که گانتون لجند شد برید داخلش و میتونید اسکینایی که قبلا برای هر بار که مثلا کاپیتان لجند شد اسکینایی میداد. الان ببینید هر بار که کاپیتان لجند شد میتونید از اینجا اسکینایی رو باید کنید. البته این راحتی هم نیست، از این کارتا میخواد که با بازی کردن کنید این کارتا رو به دست بیارید. خب ما به این بخش بیشتر اهمیت میدیم و واردش میشیم. نگاه کنید اینجا نوشته 3/6 اما من 6 بار لجند کردم، اما ببینید خیلی بعضی باز میکنیم خیلی اصلا برای کسایی که میکنم خیلی تلاش کردم تا همه بیارم اینجا که بزنید خودش میاره. اگه 6 بار لجند کرده باش میاره باید مطلعه میشه میگردش و اینجا میتونه براتون لجند میاره و داخل پیغام ها میتونید دریافت کنید. اما کسایی مثلا با کار برنامه میتونید وارد بازی بشید و باید سیزن های بعد دوباره تلاش کنید تا 6 بار لجند شه. دیگه باید تلاش کنید، هیچ راهی نداره که مثلا اونو بازگردیم. اما خیلی مهمه که اینو بهتون بگم هیچ وقت دوباره اون تکرار نمیشه که مثلا با بخواه دوباره بگه 6/6 شما بهش یعنی 3/6 باید 3 تا دیگه جمع کنید. نه اینجور نمیشه، فقط یه باره که بعضی مقام با کارت دیگه مشکل از اکانتتونه. خب بچه ها دوستتون دارم، با خیلی ویدیو رسیدیم. لایک و سابسکرایب یادتون نره، حتما دنبال کردنم بزنید. خداحافظ.